روز قیامت در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ بیایید از قرآن و سنت ببینیم. به آینده می رویم، به آینده کمی قبل‌تر از اتفاق افتادن روز قیامت. در مدینه پسری به دنیا میاد. نام این پسر نام حضرت محمد و نام پدرش هم اسم آن حضرت بود. درسته، من درباره حضرت مهدی علیه السلام حرف میزنم که قرار است در نبرد ملحمه کبری رهبری سپاه اسلام را بر عهده داشته باشد. فرض کنیم بر روز ولادت حضرت مهدی می رویم که همه دنیا منتظر ظهور این حضرت هستند. 40 سال از عمر آن حضرت می‌گذرد، ولی نه خودش و نه کسی دیگری می‌داند که ایشان همان حضرت مهدی موعود است. ولی حضرت 40 ساله میشه، تعدادی از رویدادها شروع به اتفاق افتادن می‌کند. 7 عالم از مناطق مختلف تصمیم می‌گیرند به زیارت مکه بروند. این 7 عالم که کاملا از وجود همدیگر بخبر هستند، وقتی که به مکه میروند همدیگر را ملاقات میکنند و خداوند از طریق الهام برایشان خبر میدهد که چرا همگی همزمان به مکه آمدند. آنها متوجه میشوند که به دلیل اینجا هستند. آنها بدون اینکه بدانند به خاطر ظهور حضرت مهدی به مکه آمده اند، هر چند وقت این علما حضرت مهدی را ملاقات میکنند متوجه میشوند که ایشان کی است. وقتی به حضرت مهدی میگویند که تو همان مهدی موعود هستی، حضرت مهدی علیه السلام این حرف علما را باور نمیکند و تا مدتی پنهان میشود. وقتی مدتی میگذرد مهدی دوباره ظاهر میشود و این 7 عالم دوباره پیش حضرت مهدی میآیند و همان حرف ها را تکرار میکنند و میگن میخواهند با ایشان بیعت کنند. ولی حضرت مهدی این بار مخالفت نمیکند، چون که خداوند حضرت مهدی را در یک شب آگاه میکند و خود را میشناسد. حضرت مهدی علیه السلام متوجه میشود که چرا به دنیا فرستاده شده است و به ایشان علم لدنی داده میشود. با ندایی که از آسمان میاد، مردم از ظهور حضرت مهدی آگاه می شوند که بر اساس روایات ها حضرت مهدی بیت المقدس را مرکز خلافت خیش می کند. هیچ جنگی نمی کند و عرب های زیادی به بیت المقدس می آیند و پیروی حضرت مهدی می شوند و در این هنگام زلزله ها و آفت های گوناگون قرار است در دنیا پدیدار شود. بعد دنبال سالها تلاش حضرت مهدی در بیت المقدس اسلام در دنیا اهمیت پیدا می‌کند. بعد بین مسلمان ها و رومی ها صلح برقرار می شود و این اتحاد بین 4 تا 9 سال طول می‌کشد. و روم هم معلوم نیست که کدام کشور است، ولی در کل به کشورهای غربی اطلاع می شود. روزی فرا می رسد که صلح بین مسلمان ها و رومی ها کم کم به پایان می رسد. اول اینکه مسلمان ها و رومی ها سر غنایم جنگی اختلاف می کنند و در اتفاق دیگر مسلمان ها و رومی ها روی تپه استراحت می کنند. یک نفر از رومی ها صلیب را بالا می کند و می گوید صلیب پیروز است. یک نفر از مسلمان ها صلیب را از دست آن شخص می گیرد و میگوید حق پیروزی میدان است. بعد از این اتفاق رومی ها همان شخص مسلمان را همان جا به شهادت میرسانند و اوضاع آشفته می شود و با جنگ مسلمان ها و رومی ها صلح بینشان از بین می رود. رومی ها برای جنگ ملحمه کبری آماده می شوند و به این ترتیب نبرد ملحمه کبری که پیامبر اسلام درباره این اتفاق 1400 سال پیش گفته بود شروع می شود. چنان نبردی است که خونها ریخته شده تا زانوها می رسد. این اتفاق ممکن است در زمانی که ملحمه کبری اتفاق می افتد مردم به تکنولوژی دست نداشته باشند، چون گفته شده ملحمه کبری قرار است با اسب و شمشیر باشد. اینجا یادی دانشمندی می‌افتیم، آلبرت آینشتین، که میگوید نمیدونم در جنگ جهانی سوم از چه نوع سلاح‌های استفاده می شود، ولی در جنگ جهانی چهارم قطعا با سنگ و چوب خواهید بود.
وقتی مسلمان ها 1/3 ارتش خودشان را از دست می‌دهند، خداوند جبرائیل را همراه با 200,000 ملائکه به زمین می‌فرستد تا به حضرت و مسلمان ها پیروز می‌شوند. بعد از آن هم دجال میآید و حضرت عیسی و همینطور یأجوج و مأجوج. انشالله ویدیو بعدی را هم درباره یأجوج و مأجوج و حضرت عیسی برایتان میگویم. امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتان آمده باشد. تا ویدیوی بعدی شما را به خدای پاک میسپارم. منتظر ویدیوی بعدی ما باشید. خدا نگهدار.